سلام بچه های یوتیوب، اومدیم با یه چالش انتخاب کارت. اول حریفمون ادا رو برداشت، ما هم گالم برداشتیم. الان هم میخوام یه اینورنو بردارم. نوبت حریف میخواد چیکار کنه. حریفم بد بر نمیداره ولی ترکیبش فکر کنم سبک برداره و یه خوبم برداره که بتونه فقط خوب بینیست. ما هم اینجا یه تلسم و سم رو برمیداریم که ضد نیروهای اون داشتمون باشه. ببینیم چی برمیداره. حالا اسکلتو برمیداره با یه ساحره، با یه معدنچی و یه دیوار شکن و دیوار خوب رو برمیداره. نوبت ما هست. ما هم میخوام یه البته نوبت حریف هست. من میخوام یه دیوار شکن ها رو بردارم. شانس خودش بر نداشت، خود بازی برداشت، خوبم برداشت براش. من مجبور شدم الان چی برمیداره. دوباره میخواد خودش بر نداره، خودش برداشت. همون دیوار شکن گفته بودم که برمیداره، برداشت. موفق باشیم. من نوشتم ممنون. صدا رو بستم و با خیال راحت بشیم بازی کنیم. دنیا با معدن چی هم بندازیم تا خوبه. حالا باشید اونجا تیر آخرش رو زد. درسته میمد جلو برجمو میزنن ولی خوب شد که جلوتر نیم. خوب شد. ببینیم دوباره میخواد چه کمک کرد. این چی میمونه؟ ما باید بندازیم. اسکلتا رو میندازه.
جهنمی بودم چی؟ بریم برای بازی بعدی. ببینیم کی رو میندازه جلومون. مگا چالش انتخاب کارت رو میریم. هنوز لعب کنم دوباره بزنم که زود بندازه، تایم ویدیو هم خیلی طولانی نباشه. رفتیم اول ما برمیداریم. ما هم یه مینی پکا فکر کنم خوب باشه. مینی پکا خوب باشه. خودمون مینی پکا رو برداشتیم. ببینیم حریف چی انتخاب میکنه. لاوا برمیداره و دیگه چی نمی که کم سخت شد انتخاب میکنیم. اینفرنو رو برمیداریم برای لاوا. اینجا یه والکوری هم برمیداریم برای اون اکسیر سیکس اسمش دارم. الوار برمیداره و برمیداره هیلر. این دوباره چی برداره. راستا اسکلت. ترکیب هر دومون فکر کنم دستش به هم باشه. شوالیر هم برمیداریم و آخرین نیروش هم گالم یکی کوچک. بریم. داشمون میخواد چیکار بندازه. اول کدوم نیرو رو بندازه ببینیم. دستمون باشه برای احتیاط تجربه بده که حمله نکنه. Protect the air! ندونه بزن بود یه باره چه دمیجی دادیم ما. اون با اون بگم 4 تا نیرو انداخت. ما با 2 تا نیرو اون دمیجو دادیم. بگم الان لاوا بیاد چون برج جهنمی رو بندازیم برای دفاع.
ممنون بابت تماشای ویدیو. لایک یادتون نره.